انستیتوتا کلپور کردی لقید هوک کار کمکرن و پاراستن و گشتکرنا کلتور زاری یه فلکلور کردی دکت لسنور پارزگاه دهوکه. برای گریان میدانی و دیتنا کسان فلکلور کردی ما سینگه واندا بری گل خوبن آخ بکن بشیوه که سردم بهن ارشیف کرن. بجاره که دیرو کاملت کرد شاینه کلتوره که زارکی الکترونی درست بکن کوپیک هاتیا جسادان آیتمن کلتوری یه چاندین برهف بو و کلین زانستی برگیری جنامانا ناسنامه ملت کرد داد کد. انستیتوتا کلپور کردی تا نها 236 پارتوکین کلتوری به زمان کردی و عربی و فارسی و انگلیزی برهم ایناینه. دیگل 66 البوم هنرمندن و غرکری و ین ساخ درست کرینه. کار ملبش ارشیفی هلگرنا او کارت تکرن وقت دنگ و رنگ پارتوک همیت تا هلگرتن و کم کرن السرهاردا بو هندکو دمک بهت ام پیدوی ببینه. فلکلور کردی در بازی زانکوی بویه بشیوه که اکادمی دهتا خواندن بو برگیریا جیهانگیریا سردم داک و رسانتیا کلتور کردی نفش بو نفشی بهتا و گوهاستن. وی سردمی دا کو علماء دور خودیتیه مثلا گوهرینا هزروبیرا آیدولوژیا تا افشاندان رنگبدان سرکساتیا هر جهلگی کرد بس ویری یاگینی که بوملت کرد ام کساتیا خوب ناسنامه خوب کساتی سر دارید گل جهانگیری کنه و بوچه بو پاراستنا ناسنامه خوب نتوی. ریخرو انستیتوتا کلپور کردی لسال 2003 پارزگاه سلیمانیه هاتیا دامزراندن. بلجبر زنگینیا دور بادینان به فلکلور کردی لقاکی خول دهوکیجی وکریه. لگور شیانین خو برهمن و دوره ارشیف کرینه. او ارشیف هاتیا هلگرتن جی کلتور زاری الپشتاوی داری. یه برهمه هنرمند عودیشو کریستیانو خضر فقیر ازدی و محمد عارف جزیری و کریم کابان و عیشه شانا بسلمان گروویا کو بیجداهی ارشیف رگزو اولو هنره پارچن کردستانه پاراستیه هنر رشید روداو دهوک.